گاهی فقط 7 دقیقه کافیه تا تاریخ برای همیشه تغییر کنه. 7 دقیقه. از لحظه‌ای که چرخ‌های یک هواپیما از زمین جدا شد تا لحظه‌ای که برای همیشه از صفحه رادار ناپدید شد. اما سوال اینجاست: چگونه ممکنه یک هواپیمای مسافربری با 290 سرنشین در یکی از شناخته شده ترین مسیرهای هوایی منطقه به عنوان یک تهدید نظامی تشخیص داده بشه؟ صبح 3 ژوئیه 1988 در فرودگاه بندرعباس خانواده‌ها آخرین خداحافظی‌هاشون رو انجام می‌دادند. هیچ کس تصور نمی‌کرد این پرواز تنها چند دقیقه بعد به یکی از بحث برانگیزترین حوادث تاریخ هوانوردی غیر نظامی تبدیل بشه. در همون زمان چند کیلومتر اون طرفتر روی عرشه ناو آمریکایی USS وینسنس افسران با دقت صفحه‌های رادار رو زیر نظر داشتند. اونها نیز نمی‌دونستند تصمیم‌هایی که در چند دقیقه آینده گرفته میشه دهه‌ها بعد همچنان موضوع بحث، تحقیق و اختلاف نظر خواهد بود. برای فهمیدن این که در اون 7 دقیقه چه گذشت باید چند سال به عقب برگردیم. به روزهایی که خلیج فارس دیگه فقط یک مسیر دریایی نبود، بلکه به یکی از پرتنش‌ترین نقاط جهان تبدیل شده بود. سال 1980 جنگی میان ایران و عراق آغاز شد. جنگی که هیچ کس تصور نمی‌کرد 8 سال طول بکشه. در ابتدا بیشتر نبردها روی زمین جریان داشت. شهرها، مرزها و خطوط مقدم. اما هرچه جنگ طولانی‌تر شد، میدان نبرد هم گسترده‌تر شد. در میانه دهه 80 میلادی دو کشور تصمیم گرفتن ضربه رو فقط به نیروهای نظامی یکدیگر وارد نکنند. اونها اقتصاد یکدیگر رو هدف گرفتند و مهمترین شریان اقتصادی منطقه خلیج فارس بود. هر روز صدها نفتکش از این آبراه عبور می‌کردند. نفتی که از این مسیر خارج می‌شد، سوخت کارخانه‌ها، خودروها و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان رو تامین می‌کرد. حالا تصور کنید اگه این مسیر ناامن می‌شد، تنها ایران و عراق آسیب نمی‌دیدند. تمام دنیا تحت تاثیر قرار می‌گرفت. به همین دلیل حمله به نفتکش‌ها آغاز شد. کشتی‌هایی که گاهی هیچ ارتباط مستقیمی با میدان جنگ نداشتند، هدف قرار می‌گرفتند. این دوره بعدها با نام جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. در مدت چند سال صدها کشتی تجاری و نفتکش آسیب دیدند یا مورد حمله قرار گرفتند. اوج این جنگ برای آمریکا سال 1987 میلادی بود. یعنی زمانی که در 17 ماه می یک هواپیمای جنگی عراقی ناو USS استارک آمریکا رو با یک نفتکش ایرانی اشتباه گرفت و 2 موشک به سمت اون شلیک کرد و 37 نفر از دریانوردان آمریکایی رو کشت. در 14 آپریل 1988 میلادی نیز برخورد یکی از مین‌های دریایی ایران به کشتی ساموئل بی رابرتس آمریکا این کشتی رو تقریباً 2 نیم کرد و تا آستانه غرق شدن پیش برد. 4 روز بعد به تلافی این حادثه، کشتی‌های جنگی آمریکا در عملیات به نام عملیات آخوندک به سکوهای نفتی ایران حمله کردند. گفته میشه که در جریان این حملات و تبادل آتش میان ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها 56 ایرانی و 2 آمریکایی کشته شدند. در نتیجه ایالات متحده حضور نظامی خود را در خلیج فارس افزایش داد. ناوهای آمریکایی یک پس از دیگری وارد منطقه شدند. مأموریت رسمی آنها حفاظت از کشتیرانی و اسکورت برخی نفتکش‌ها بود. اما حضور این ناوها باعث شد فاصله میان نیروهای ایرانی و آمریکایی گاهی به چند کیلومتر و حتی کمتر برسه. تابستان 1988 تنش‌ها از همیشه بیشتر شده بود. تنها چند روز پیش از حادثه درگیری‌های میان نیروهای ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس رخ داده بود. منطقه در حالت آماده باش قرار داشت.
هیچ کس نمیدونست حادثه بعدی کجا و چه زمانی رخ خواهد داد. اما هیچ کس هم تصور نمی‌کرد که حادثه بعدی یک هواپیمای مسافربری باشه. هواپیمایی که اون روز روی بان آماده حرکت بود، یک فروند ایرباس A300 بود. این هواپیما یکی از نخستین نسل‌های ایرباس A300 بود. هواپیمایی که نقش مهمی در تاریخ هوانوردی داشت. در داخل کابین، کاپیتان محسن رضاییان و خدمه پرواز آخرین بررسی‌ها رو انجام می‌دادند. همه چیز طبیعی بود. سوخت، سامانه‌های ناوبری، ارتباط با برج مراقبت، همه چیز مطابق روال. ساعت کمی بعد از 10 صبح رو نشون میداد. برج مراقبت اجازه پرواز رو صادر کرد و پرواز 655 سفر کوتاهش رو به سمت دبی آغاز کرد. و در همون لحظه چند کیلومتر دورتر روی عرشه ناو آمریکایی USS وینسنت چشمها به صفحه های رادار دوخته شده بود. دو روایت، دو دنیا. زمان دیگه با دقیقه اندازه‌گیری نمی‌شد. همه چیز به ثانیه ها رسیده بود. در مرکز اطلاعات رزمی ناو آخرین داده ها روی نمایشگرها ظاهر می‌شد. ارتفاع، سرعت، مسیر حرکت و ارزیابی‌هایی که هر لحظه به فرمانده منتقل می‌شد. هر ثانیه تصمیم رو سخت‌تر می‌کرد. در سوی دیگر پرواز 655 همچنان در مسیر خود پیش می‌رفت. خلبان طبق برنامه هواپیما را در مسیر استاندارد پرواز هدایت می‌کرد. برای مسافران این هنوز همون پرواز کوتاه بندرعباس به دبی بود. هیچ هشدار اضطراری در کابین شنیده نمی‌شد. در ناو همزمان با پرواز این هواپیما ویلیام سی راجرز کاپیتان ناو USS وینسنت اطلاعاتی رو دریافت می‌کنه. مبنی بر اینکه یک هواپیمای ناشناس که از سوی رادارها شناسایی شده به تماس‌ها و هشدارها پاسخ نمیده. به او همچنین گفته شده بود که احتمال داره این هواپیما یک جنگنده F-14 ایران باشه، یعنی جنگنده های مجهز به موشک های ماوریک. گفته می شود این ناو در مجموع 7 بار به هواپیمای ایرباس اخطار داده. 3 بار از طریق کانال‌های غیر نظامی و 4 بار از کانال‌های نظامی. این ناو همچنین ادعا کرد که هواپیمای ایران به تدریج ارتفاع خود را کم کرده و در مسیر عادی خود نیز نبوده که بعداً ثابت شد چنین ادعاهای واقعیت نداشته. سپس دستور صادر شد. 2 موشک زمین به هوا از ناو شلیک شد. چند ثانیه بعد یکی از اونها به هواپیما رسید. در ارتفاع چند هزار متری هواپیمایی که تنها دقایق قبل از باند فرودگاه بندرعباس برخاسته بود از هم پاشید. قطعات هواپیما در آبهای خلیج فارس سقوط کردند. تمام 290 سرنشین پرواز جان باختند. در میان اونها مردان، زنان، خدمه پرواز و 66 کودک بود. در چند لحظه یک هواپیمای مسافربری در آبهای خلیج فارس سقوط کرده بود. محل سقوط در نزدیکی جزیره هنگام در جنوب ایران بود. منطقه‌ای که در آن روز علاوه بر کشتی‌های نظامی تجاری شاهد تلاش برای پیدا کردن نشانه‌ای از هواپیمای ناپدید شده بود. پس از حادثه عملیات جستجو آغاز شد. شناورها به سمت منطقه حرکت کردند. نیروهای امدادی و دریایی تلاش کردند بقایای هواپیما و سرنشینان را پیدا کنند.
برای خانواده‌های مسافران لحظه سقوط پایان یک سفر نبود. آغاز انتظار بود. انتظار برای خبری که شاید هرگز نمی آمد. خبر حادثه خیلی سریع در سراسر جهان منتشر شد. حادثه پرواز 655 دیگر فقط یک سانحه هوایی نبود. به یک پرونده بین‌المللی تبدیل شده بود. پرونده‌ای که پای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و تحقیقات نظامی رو به میان کشید. پس از سقوط پرواز 655 نیروی دریایی ایالات متحده نیز تحقیقات رسمی خود را درباره عملکرد ناو USS وینسنت انجام داد. بر اساس گزارش رسمی آمریکا، خدمه ناو در شرایط بسیار پرتنش قرار داشتند. اونها در منطقه فعال از نظر نظامی بودند و پیش از شناسایی هواپیمای مسافربری درگیر یک رویارویی دریایی شده بودند. طبق این روایت، اطلاعات موجود روی رادار باعث شد فرماندهان ناو تصور کنند هواپیمای نزدیک شونده ممکنه یک هواپیمای نظامی باشه که تهدیدی ایجاد میکنه. بر اساس همین ارزیابی دستور شلیک صادر شد. ایران این روایت رو رد کرد. ایران این حادثه رو یک قتل عام وحشیانه خواند و ارتش آمریکا نیز بعدها اون رو غم‌انگیز و تأسف‌بار توصیف کرد. در دوران ریاست جمهوری کلینتون، ایالات متحده آمریکا تأسف عمیق خود را اعلام کرد، اما این کشور هرگز به صورت رسمی عذرخواهی نکرد. ایران در سال 1989 میلادی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و در نهایت در سال 96 میلادی با پرداخت 131.8 میلیون دلار از سوی آمریکا به ایران و خانواده‌های قربانیان برای حل و فصل این دعوا به توافق رسیدند. سالها گذشت، اما نام پرواز 655 هنوز فقط یک شماره نیست. این نام یادآور لحظه‌هایی که یک تصمیم در چند ثانیه زندگی صدها انسان رو برای همیشه تغییر داد. اما مهمتر از هر گزارش، هر سند و هر تحلیل، یک حقیقت ساده باقی میمونه. در پشت هر عدد یک انسان وجود داره و پشت نام هر حادثه داستان زندگی‌هایی که دیگه ادامه پیدا نکردند.